خودم رو دوست ندارم، خودم رو باور ندارم، چه جوری حالا یه تصویر جدید از خودم بسازم؟ زمانی که اینطوری خودتون رو ببینید معلومه که عزت نفستون میاد پایین. میگن طرف خودشیفته است، چقدر خودت گنده می‌کنی؟ یه کاغذ خودکار بذارید کنار دستتون، بعد بچسبونید رو کنار آینه، جایی که بیشتر بهش دسترسی دارید. احتمالاً عزت نفس شما آسیب دیده است و جا داره که روش کار بکنید. سلام، به رادیو سایکولوژی خوش اومدید. توی این قسمت می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چطوری ما قراره به یه تصویر درست از خودمون برسیم. منی که تا دیروز عادت کردم به صدای منتقد گوش بدم و خودم رو دوست ندارم، خودم رو باور ندارم، چه جوری حالا یه تصویر جدید از خودم بسازم و بتونم با خودم دوباره از نو آشتی بکنم. ببین، نکته که وجود داره اینه که اگر شما عزت نفس پایینی دارید، احتمالاً اینطوری هستید که همش دارید نداشته های خودتون رو میبینید و دائم اونا رو به خودتون یادآوری میکنید، یا همش دارید میگید که خب من تو فلان چیز کامل نیستم، ظاهر من پرفکت نیست، ایدئال نیست، موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعیم اونی نیستش که باید باشه، یعنی یه چیزی کم دارم دیگه، من ناکافیه. و نقاط مثبت خودتون رو از اون چیزی که هست کم رنگ تر میبینید و خیلی با اونا کاری ندارید. قسمت بدترش اینه که بقیه رو ولی کاملا واقع بینانه نگاه میکنید و اتفاقا نگاهی که به بقیه دارید اینطوریه که نقاط مثبت شخصیت بقیه رو خیلی پررنگ میکنید. خب وقتی که یه همچین تصویری داشته باشیم از خودمون، از اون ور یه تصویر واقعی از بقیه داشته باشیم، وقتی خودمون رو مقایسه بکنیم خیلی حالمون بد میشه دیگه. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ اولین قدم اینه که شما یه خودارزیابی دقیقی از نقاط مثبت و منفی شخصیتتون توی این زمینه‌هایی که میگم انجام بدید. اگه این کارو میخواید انجام بدید که حتما بهتون توصیه میکنم با ویدیو پیش برید و انجام بدین، یه کاغذ خودکار بذارین کنار دستتون و توی همه این زمینه‌هایی که میگم خودتون رو با جمله‌های مختلف تا جایی که میشه دقیق توصیف بکنید. از ویژگی‌های ظاهری شروع بکنید، هر چیزی که براتون مهمه، قدتون، وزنتون، اعضای بدنتون، اجزای چهرهتون، ویژگی‌های شخصیتیتون، صفات مثبت و منفی که به خودتون نسبت میدین، اینکه بقیه چه تعریفی از شما دارن. توی این زمینه که چطوری ارتباط برقرار میکنید، چه با افراد آشنا و دوستاتون چه با غریبه ها. از لحاظ ویژگی‌های جنسی خودتون رو توصیف بکنید، اینکه عملکرد شغلی و تحصیلیتون چطوریه، توی کار چطورید، توی درس چطورید و وظایف روزانه زندگی شخصی خودتون رو چطوری انجام میدین کلاً توی زندگی. و در نهایت کارکردهای ذهنی خودتون هم ارزیابی و قضاوت بکنید. مثلا هوشتون چطوریه، چطوری استدلال میکنید، چقدر اطلاعات عمومی دارید، خلاقیتتون چطوره، هر چیزی از این قبیل. توی همه این زمینه ها تا جایی که میشه با جزئیات و دقیق خودتون رو توصیف بکنید. حتما این کار همین الان انجام بدین و ویدیو رو متوقف بکنید، چون بعد که انجام دادید میخوایم که یه دور برگردین و کنار هر کدوم از جمله هایی که به نقاط منفی خودتون اشاره کردین یه منفی بذارین، کنار مثبت ها یه مثبت. و خب یه سری چیزا هم هستش که خنثی دیگه، اونایی که خنثی رو چیزی کنارش نذارید. چرا این کارو کردین؟ وقتی که شما برمیگردین لیست خودتون رو با این مثبت و منفیایی کنارش نگاه میکنید، یه تصویر کلی از خودتون دستتون میاد. اگه منفی‌ها خیلی بیشتر باشه، احتمالاً عزت نفس شما آسیب دیده است و جا داره که روش کار بکنید. حالا برای اینکه روش کار بکنید باید چی کار بکنید؟ اون جمله هایی که به نقاط منفی خودتون اشاره کردین و کنارش منفی گذاشتین و قراره که دوباره بنویسیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ ببین، ما وقتی که داریم راجع به اون قسمت از شخصیتمون صحبت می‌کنیم و اون دسته از ویژگی هامون که دوستش نداریم و دوست داریم که یه شکل دیگه‌ای باشه، معمولاً خیلی بی‌رحمانه و کوبنده این کارو انجام میدیم. برچسبای منفی درشتی به خودمون میزنیم یا خیلی مطلق گویی و کلی گویی می‌کنیم. مثلا فرض کنید که شما نوشتین که من آدم بی‌عرضه‌ایم، آدم بی دست و پاییم. خب تا زمانی که اینطوری خودتون رو ببینید معلومه که عزت نفستون میاد پایین. اینو چطوری میتونین دوباره بنویسین؟ خیلی جزئی، دقیق‌تر و توصیفی‌تر. یعنی می‌نویسی که مثلا من آدمیم که توی فلان موقعیت اجتماعی نمیتونم خیلی عملکرد خوبی داشته باشم یا فلانجا تو جامعه نمیتونم از حق خودم دفاع بکنم. خب این خیلی فرق میکنه با اینکه خودتون رو آدم بی‌عرضه‌ای بدونید. یا مثلا نوشتین که من آدم پرتیم، اصلا از مسائل بی اطلاعم یا بی سوادم. اگر خودتون رو اینطوری بدونید، همچین برچسبی به خودتون بزنید، خب این کارم دوباره غلطه. به جاش میتونین خیلی جزئی‌تر بگین که مثلا تو چی اینطورین. مثلا من خیلی از سیاست سر در نمیارم، خیلی اصلا به این زمینه علاقه‌ای ندارم یا مطالعه‌ای نداشتم. جمله هایی که بازنویسی میکنید دقیقاً باید همین شکلی باشه. دقیق بنویسید، توصیفی بنویسید، نقد نکنید خیلی کوبنده خودتون رو، فقط توصیفش بکنید و با جزئیات. که مثلا تو چه موقعیتی ممکنه که شما توی یه موقعیتی نتونید عصبانیتتون رو کنترل بکنید یا یه وقتایی بد اخلاق بشید، بگردید اون موقعیت ها رو پیدا بکنید به جای اینکه خودتون رو آدم بد اخلاقی بدونید یا قضاوت غیر منصفانه‌ای که حتی بقیه ازتون دارن رو بپذیرید و فکر کنید که آدم مثلا بد اخلاقی هستید. خب این در مورد بخش قسمت‌های منفی من بود. حالا من اگه بخوام نیمه مثبت خودم، نیمه روشن خودم رو ببینم، واسه اینم ما یه سری
تکنیک داریم، چیزی که تو فرهنگ ما شاید خیلی ازش طرفداری نمیشه. میگن طرف خودشیفته است، چه انقدر داری خودتو گنده میکنی؟ در صورتی که کسی که عزت نفسش پایینه، اصلا همه ماها نیاز به این داریم که بخش مثبت خودمون رو هم نگاه بکنیم، چون منتقد به قدر کافی داره نیمه تاریک ما رو مدام تو سرمون میزنه. خب حالا تکنیک این چطوریه؟ کاغذ بردارید و شروع بکنید ببینید چه کسی رو خیلی براش ارزش قائلید، احترام میذارید و تحسینش میکنید. اون ویژگیایی که توی اون فرد خیلی براتون جذابه و دوستش دارید، اونا رو به یادداشت بکنید. چیزی که خیلی جالبه اینه که در کمال ناباوری احتمال زیاد متوجه میشید که خیلی از ویژگی‌های مثبتی که اونجا نوشتید رو خودتون هم دارید. علاوه بر اینکه این قسمت رو نوشتید، یک قدم دیگه که میتونید بردارید اینه که ویژگی‌های مثبتی که دیگران بهتون بازخورد دادن یا خودتون تو خودتون پیدا کردید و دوستش دارید، اونا رو هم یادداشت بکنید. این ویژگی‌های مثبتی که از خودتون یادداشت کردین رو به مدت 4 هفته و روزی 2 بار حتما شروع کنید مرور کنید، نگاه کنید، به خودتون یادآوری بکنید. یا یه کار دیگه هم که میتونید انجام بدید، میتونید اینا رو اصلا روی کاغذ یا کاغذهای چسبی بردارید بچسبونید رو کنار آینه، جایی که بیشتر بهش دسترسی دارید، رو میز کار، پشت قاب گوشیه، فرقی نمیکنه، هر جایی که کمک بکنه بیشتر بهش دسترسی داشته باشید تا هی اون رو مرور بکنید و بهتون یادآوری بشه که شما همونطور که میتونید یک سری ویژگی‌هایی داشته باشید که تاریک هستن، منفی هستن، اونا رو بدون قضاوت و همراه با حالت توصیفی نگاه بکنید و ویژگی‌های مثبتتون هم کنار اون بهش توجه بکنید. تمرین رو حتما انجامش بدید. حتی اگه براتون سخته، سعی بکنید فکر بکنید، مخصوصا توی اون بازنویسی نقاط منفی شخصیتتون. حتما این کار رو انجام بدید تا بتونید به یه تصویری که خیلی منصفانه تره و دقیق تره برسید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید، لایک و کامنت فراموش نشه و دکمه سابسکرایب هم بزنید. ممنون. خدا نگهدار.